بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. انا لله و انا الیه راجعون. دیروز خبری تندباد و سیلاب و بر اثر آن فوتیدگان و چند ده ها آسیب دیدگان بنده را شخصا خیلی غمگین کرد و خواستم از نام شخصا خودم و از نام کل استادان شبکه نجم تیوی بر پیوندان و خانواده فوتیدگان و همچنین آسیب دیدگان همدردی خود و کل استادان را بیان نمایم و از درگاه الله حق سبحانه و تعالی دعا میکنیم که الله کل فوتیدگان را غریق رحمت و شایسته جنات الفردوس گردانیده، مرتبه آنها را در نزد خود برداشته باشد و آنها را از جمله شهیدان قبول فرموده باشد و الله حق سبحانه و تعالی به کل آنهایی که بر اثر این آفت آسیب دیدند و یا نزدیکان خود را از دست دادند، الله تعالی بر آنها صبر جمیل عطا فرماید. البته این مصیبت ها به حکمت نیست. الله حق سبحانه و تعالی در آیه کریمه می فرماید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الله میگوید همانا ما شما را با یک چند نمود مصیبت ها می آزماییم. از جمله آن مصیبت ها ترس است و همچنین گرسنگی است و نقص اموال است و همچنین نفس ها است، از بین رفتن دوستان و نزدیکان و تمام آن مصیبت هایی که بالای سری بنده می بیاید. الله می گوید من شما را می آزمایم، امتحان می کنم. و در آخر آیت الله می گوید و بشر الصابرین، و ای پیامبر شما آنهایی که صبر می کنند آنها را بشارت دهید. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. آنهایی که هنگام مصیبت بالای سرشان می فراید آنها چی می گویند؟ آنها می گویند همان ما از آن الله هستیم. آنها هم با زبان و هم با قلب به تقدیر الهی کلا تسلیم شده می گویند ما از آن الله هستیم و همان ما به سوی الله حق سبحانه و تعالی برمی گردیم. آنها راضی می شوند و تسلیم می شوند به قضای قدر الله. اما انسانی که در حالت نازل شدن مصیبت به تقدیر الهی ناراحتی و نارضایی خود را بیان میکند، مؤمن حقیقی و مؤمن کامل نیست. برای همین الله حق سبحانه و تعالی ما و شما را در این دنیا امتحان میکند و الله حق سبحانه و تعالی را باز دعا میکنیم که با کل شما صبر جمیل و رضایت تام به تقدیرات الهی و امتحان هایی که از جانب الله حق سبحانه و تعالی می آید، الله حق سبحانه و تعالی هر یک ما و شما را موفق گرداند و صبر جمیل عطا فرماید. و الله حق سبحانه و تعالی بر عوض صبر جمیل چنانه که در ادامه آیات فرموده است اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. آنهایی که صبر جمیل را پیشه می کنند بر آنها رحمت و برکات الهی نازل می شود و همانا آنها از جمله هدایت یافتگانند. الله سبحانه و تعالی بازم دعا میکنیم که تمام گذشتگان و فوتیدگان را غریق رحمت و شایسته جنت گرداند و به کل پیوندان آنها صبر جمیل عطا فرماید.